یک شاخ گل، برنامه شماره 113. ابیاتی که در این برنامه میشنوید از بابا طاهر است، دانشمند و فیلسوفی که به بابا طاهر عریان مشهور است. از بابا طاهر علاوه بر دو بیتی هایی که اکثر به لهجه لری است، دفتری نیز باقی است که به کلمات قصار مشهور است. طبیبم چون توینه بر مایزار کنه درمون دردم را بناچار. دلاچونی دلاچونی دلاچون همه خونی همه خونی همه خون زبهر لیلی سیمین و داری چو مجنونی چو مجنونی چو مجنون. نمیدونم که مجنونم که کرده، نمیدونم که دلخونم که کرده، بده خنجر که تا سینه کنم چای ببینم عشق بر جونم چه کرده. دلم زار و دلم زار و دلم زار طبیبم آوری دردم کنه چار. طبیبم چون ببینه بر مای زار کنه درمون دردم را بناچار کنه درمون دردم را بناچار.
دلم از عشق خوبان گیج و ویجه، موجه بر همزنم خونابه ریجه. دل عاشق به سون چوب تربی، سری سوژه سری خونابه ریجه. دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، چو کشتی بر لب دریا نشسته. همه گویند که طاهر تار بنواز، همه گویند که طاهر تار بنواز. صدا کی می‌دهد تار شکسته؟ دلم زار و دلم زار و دلم زار، طبیبم آورید دردم کنه
که دل خونم که کرده، بده خنجر که تا سینه کنم چای، ببینم عشق بر جونم چه کرده. دلم زارو دلم زارو دلم زار، طبیبم آوری دردم کنه چار، طبیبم چون ببینه برمای زار، کنه درمون دردم را به ناچار، کنه درمون دردم را به ناچار. دلی دیرم که بهبودش نمی بود، نصیحت میکردم سودش نمی بود. به بادش میدهم نش میبره باد، در آتش مینهم دودش نمی بود. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 113 بود که با شرکت آقای کوروش به اهتمام آقای بدیعی تنظیم یافته. گوینده روشنک.